در 25 حمل 1396 خورشیدی ساعت 8 بجه شب بزرگترین بمب غیر هسته‌ای توسط نیروهای آمریکایی در منطقه ننگرهار آزمایش شد. هدف از بیان این موضوع این است که ما فقط با منطقه جغرافیایی کار داریم. ننگرهار آگوست 1945 روزی که جنگ جهانی دوم خلاص شد، اما یک جنگ خاموش تازه شروع شده بود. دو ابرقدرت امریکا و شوروی بسیار مشتاق بودند تا به اسناد فوق محرمانه ریچارد رودولف هیس معاون اول هیتلر دست پیدا کنند. همه در تکاپو بودند، اما بریتانیایی ها دست پیش گرفتند و وقتی در صندوقچه اسرارآمیز نازی ها را باز کردند نشان داد که این پرونده ها فقط مربوط به جنگ نبودند. اینها میراثی بودند که این پرونده ها فقط مربوط به جنگ نبودند. آن اسناد مربوط میشد به نامه هایی که بین اسکندر مقدونی و مادرش رد و بدل شده بود. در نامه ها چنین نوشته بود که اسکندر به مادرش گفته بود به تخت سنگ یکی سبزی دست پیدا کرده که بر روی آن 13 نماد بسیار مرموز حک شده و در جواب مادرش با لحنی بسیار دستوری گفته بود که فرزندم، آن شیء را به دست کسی مده و به هیچ کس اعتماد نکن و از خود دورش نکن و در زمان بازگشت آن را همراه خود بیاور. اسکندر که از قدرت‌های آن شیء بسیار ترسیده بود، با نام و رأس جای و در نقشه به نام جایی به نام توران نام برده بود و مختصاتی به مادرش داده بود، از جمله 5-0-3-1-6-2 با ریاضیات امروزه بسیار از محققان و تاریخدانان با هیجان به دنبال این واژه میگشتند. کوه سیاه، بورا و چیز جالبی میرسد که نامه ها از کجا ارسال شده بود و کجا به دست مادر اولمپیاس، مادر اسکندر رسیده بود. اینجا جایی نبود جز تورا بورا، غارهای ولایت ننگرهار، جایی که امریکا بزرگترین بم غیر هسته‌ای خود را در چند قرن بعد از آن آزمایش کرد. باز هم با این منطقه ما کار داریم. اما جالبتر از این تلاقی سرنوشت است. در دوران جنگ افغانستان با شوروی سابق این غارها پناهگاه امنی تبدیل شده بودند، در حالی که مجاهدین و نیروهای جنگجو هدف خود را بقا و مبارزه می‌دیدند. در واقعیت نگهبانان ناخواسته میراث دنیا بودند در غارهای تورابورا که هنوز هم بی زیادتری آنجا کشف نشده و بسیاری از کشورهای دنیا به دنبال آن میگردند. باز میگردیم سر قصه. واشنگتن 1988 در راهروهای سرد و پر از دود، جایی که تصمیمات بزرگ دنیا در آن گرفته می شود، یک زن در راهروها رام جان مورسون هاینبرگ که در قصه قبلی برای شما گفتم به همراه چارلز ویلسون در کنگره آمریکا راه می رفتند. این شخص در افغانستان در زمان جهاد مجاهدین او را ام جمیل می نامیدند، اما خودش در خاطراتش نوشته کرده که من بسیار دوست داشتم مردم مرا مادر جهاد نام ببرند. و چارلز ویلسون، کسی که تا قبل از آشنایی با جوانا هاینبرگ تمام کنگره آمریکا او را با عنوان یک عیاش و قمارباز میشناختند تا یک سیاستمدار، اما جوانا هاینبرگ او را تبدیل کرد به اولین شخص وفادار به مجاهدین افغانستان. جوانا مانند یک معمار سایه هایی که مطبوعات او را زیاد نمیشناختند، ویلسون را تبدیل کرد به بزرگترین حامی جهاد در افغانستان. جوانا و ویلسون با کمک ضیاءالحق پاکستان را به گلوگاه تاریخ تبدیل کردند. اما یک امای بسیار
کلانتری وجود دارد. جوانا فقط به دنبال سرنگونی کمونیست در افغانستان نبود. به خاطرات در کتابچه خاطرات خاک خورده‌اش که بسیاری از تاریخ نگاران سعی دارند به دست کسی نیفتد و نادیده گرفته می شود، از الواح زمرد تأکیدی اسکندر مقدونی که برای مادرش ارسال کرده بود یاد شده. از خانه پرنده‌ای به نام نیروانا زرتشت و کتاب‌های مخفی. آیا جنگ سرد فقط برای قدرت بود و یا برای کشف ورود به دنیای باستانی؟ آیا جمهوری افغانستان در دهه 90 ناخواسته به چیزی دست پیدا کرده بود که تا آن زمان می توانست تهدید بزرگی برای دنیا باشد؟ امروز می خواهیم وارد دالان‌های خاطرات جوانا هاینبرگ شویم، در جایی که هیچ کس دوست ندارد آن را بشنود. تاریخی که از بسیاری از کتاب‌ها حذف شده، اما کتاب خاطرات ایشان هست و میتونید در گوگل سرچ کنید. امروز بازخوانی متفاوتی تاریخ داریم. دقیقاً در زمانی هستیم که وارد قلب تاریک ماجرا میشویم، جایی که دیپلماسی و بازی‌های سیاسی و افسانه‌ها با یکدیگر گره می‌خورند. مسیر استینگرت وقتی که جهاد تبدیل به سلاح می‌شود. واشنگتن حالی بیدار شده و چارلز ویلسون را که تا دیروز همان عیاش و به مهمانی‌های شبانه معروف بود، در هواپیمای شخصی بر فراز آسمان پاکستان در کنار جوانا هاینبرگ بازی‌الحق کردند. جوانا هاینبرگ با نفوذی که داشت واشنگتن را متقاعد کرده بود که شکست شوروی کافی نیست و فقط نان و سلاح برای مجاهدین کافی نیست. آنها باید آسمان افغانستان را برای بالگردهای شوروی تبدیل به جهنم میکرد. ابزار این کار چیزی نبود جز موشک‌های دوش پرتاب و استینگرد توسط جوانا هاینبرگ و چارلز ویلسون با کمک ضیاءالحق برای مجاهدین افغانستان وارد شد. داستان جایی با افسانه گره میخورد که امریکا برای مجاهدین اسلحه می آورد، اما چه چیزی در قبال آن میخواست؟ چیزی نمیخواست. حتی شوروی با آن همه تجهیزات چرا اینقدر دست پاچه درون کوه‌ها به دنبال شیء مخصوص و جای مکان مخصوص و مرموزی میگشتند؟ باز یک قدم به تاریخ و عقب‌تر برمیگردیم، به جایی که انگلیس عبدالرحمن را متقاعد کرده بود که زمین‌های باستانی و مکان‌های تاریخی که در اختیار قوم هزاره بودند، آنها را از جای خود رانده و به قتل و کشتار واداشت. عبدالرحمن مانند یک موجود دستاموز برای انگلیس بود، اما انگلیسی‌ها هم به دنبال شیء خاصی بودند. این را در نظر داشته باشیم که اگر آن شیء لوح زمرد مرموز که در افغانستان در کوههای تورابورا هنوزم دفن است، و یا نیروانا، شیئی که زرتشت با آن به 4 سوی دنیا سفر میکرد، هنوزم در افغانستان هست. هدف امریکا و شوروی کمک به مردم افغانستان نبوده و نیست. و جالب است اسرائیل، جوانا هاینبرگ دختر جان مورسون هاینبرگ یک یهودی مذهب بود و چرا آنها به افغانستان میآیند؟ جهاد برای افغانستان به عنوان یک ایدئولوژی است، اما برای امریکا و شوروی و انگلیس آنها به دنبال منافع خود هستند. قدرت مرموزی که درون غارهای تورابورا پنهان شده اگر به دست نیروهای امریکایی باشه، توازن قدرت جهان را به دست میگیره، و یا حتی اگر به دست شوروی باشه و یا حتی به دست انگلیس یا یهودیان، هیچ فرق نیست. هنوزم همان قتل، همان کشتار و همان جستجوهای مخفیانه درون کوههای افغانستان. در زمان که ظاهرشاه برای تفریح به ایتالیا رفت، در داستان قبلی گفتیم که 4 مرد از 4 بودند و دارای نفوذ. زمانی که ظاهرشاه به ایتالیا رفت، داوود خان کودتایی رو پا کرد و تحت امر شوروی با کمک شوروی توانست که این کودتا را اجرا کند. اما در واقعیت شوروی هم به دنبال منافع خود بود.
و درون کوه‌ها به دنبال شیء چیزی میگشتن و اما فقط خون مردم افغانستان به عنوان ایدئولوژی و دین پایمال شد. افغانستان هنوز که هنوزه دچار همان سردرگمی هاست و آمریکا و شوروی به دنبال اهداف خود. در داستان بعدی برای شما خواهم گفت یه شیء دوم مرموز که هنوزم در افغانستان است اما علنی شد، که در بعدی خواهم گفت که چرا رئیس جمهور وقت آمریکا باراک اوباما، ملکه انگلیس و کسانی که در داستان بعدی خواهم گفت در یک روز به خصوص در افغانستان به دنبال چی میگشتن و چرا آمدن. یا حق.